چی باید کرد که آرزو جامه عمل بپوشد؟ جمال‌الدین پاسخ به این پرسش را می‌داند. 3 سال پیش ماشین کم خرج و ارزان می‌خواست. گرفت و ساخت با تمغه AJ یعنی اشرف جمال‌الدین. برای کم رسخود بودنش ما این را ساختیم که اکونوم شود، بنزین کم رسخود شود. با گفت او نرخ بنزین روز به روز می افزاید. ماشین ها در بازار قیمت می شوند. آدم باشد همیشه با طی مسافه دراز به وقت کوتاه نیاز دارد. سوم خریدش قیمت تر است، حجمش بسیار است، رسخود بنزین بسیار تر میکنند. AJ تا 70 کیلومتر را در 1 ساعت طی کرده 3 لیتر بنزین خرج می کند. در 2 ماه آن را ساخته است تا $1000 مصرف کرده است. ما خواستیم که یک تب سازیم بسنجیم که می شود می کار به پیش گرفت با کلانترش هم می سازیم. پیدا شدن AJ جمال‌الدین برای رهگذران و همشهری‌هایش همیشه مایه عجابت می شود. هر جا می ایستد گردش جمع می شود. خریدار هست، خریدار روز یک چند خریدار است. خریدار چون پیشنهاد کسایی که ما تا $1000 خریداری کرده میتونیم اگر با فروش مونیش. ما ولی با فروش موندنی نیستم، میخوام که تا وقتی که استحصال نکنم نفروشمش همین چیزا. وقتی استحصال شد بعد با فروش میبرم. حولی جمال‌الدین انبار تجهیزات را ماند. درک از دلبستگی این جوان به اختراع کاری دارد. این هم ماشین دوم است که او میسازد. ماشین جدید باید کاملتر و خوبتر شود. حاضرم در اداره پاتین این حجت‌های ماشین پیشنهاد کردگی حجمش همه معلومات دادگیم درباره این ماشین. جمال‌الدین میخواهد استحصال ماشین مردمی را به راه ماند. به قول او آرزوی ماشین داشتن برای هر کس باید عملی شونده باشد. AJ یک راهی رسیدن به این آرزوها می شود. بخرانی استفاده برن مقصد کم رسخوده، حجمش مایده، قسمای احتیاطیش ارزان تره نسبت به ماشینای کلان. همه طرفا دسترس ارزان تره نسبت به ماشینای امروزه. در کوچه های کولاب حالا AJ جمال‌الدین یک چیزی نادر میتابد. او میخواهد این گونه ماشین ها زیاد باشند و برای چنین رنگ گرفتن کار همه وقت تلاش دارد.